امشب جلسه حضرت خدیجه است. یه صاحب عزا امام علی ابن موسی رضاست، یه صاحب عزا امام حسین سید الشهداست، یه صاحب عزا امام زمان صاحب زمان و صاحب عصر و اختیاردار جهان است. یه صاحب عزا امام حسن سبط اکبر است، امیر المؤمنین است، فاطمه زهراست، پیغمبر است. امام رضا افتخارشون به خدیجه است. امام زمان رو تو دعای ندبه بخونیم و ابن خدیجه الغراء. امام سجاد توی منبر شام انا ابن خدیجه الکبری. امام حسین روز عاشورا انا ابن خدیجه الکبری. تو مجلس معاویه امام حسن به مادرشون خدیجه افتخار میکنن. خدیجه کیست؟